اثبات کردیم. اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله برداشتیم الا الله را میگذاریمش. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که همین که تو میبرداری کو میبرداری وقتی میگذاریش گفته است بر فرق سر شیطان از زدن آهنی که تو به آهن میزنیش از او دا همین سخت‌تر میرسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است. در حدیث دیگر گفته است کسی که اگر همین اشاره را بکنه هیچگاه در نماز خطا نمیکنه. سجده سهو مقصد یعنی هیچ وقت خطایی نمیکنه که سجده سهو کنه اگر همین عمل کسی بکنه. زیرا اگر وقتی دیگه که بسیاری وقت همین چیز ما را آگاه میکنه که در دویم رکعتیم، سوم رکعتیم، چهارم رکعتیم همین ما را میبره به همون جا. پیامبر خودش در حدیث میگه از همین لحاظ برادرای عزیز و گرامی نوعش همین نوع دیگرش میگه که رقم 53 کنید برداشتن انگشت رقم 53 شینمی است. اینا 53 اینا در عرب ها همین یک گرده کردی رقم 5 اگر 1 2 3 تا همتری خانچه که یک خطک پایان که میشه 3 انا که 3 شینمیه. اینا 1 2 3 ایش 5 در حدیث ما که رقم 53 کنید 53 شینمی است. اینا 53 اینا در عرب ها همین یک گرده کردی رقم 5 اگر 1 2 3 تا همتری خانچه که یک خطک پایان که میشه 3 انا که 3 شینمیه. اینا 1 2 3 ایش 5 در حدیث ما که رقم 53 کنید 53 شینمیه. مثلا اشهد ان لا گفتند جمع میکنم این دو تره یک جا حلقه میکنم اشهد ان لا اله الا الله همین خیلی مشت میقپم تو سلام دادم السلام علیکم و رحمت الله دست ما هوی میکنم. این نوش هم آمده است. فقط در مذهب خودمان برادر عزیز همون انا کان یدور آمدگی یعنی حضرت خیلی هم میکرده است ایترش هم میکرده است. این هم مذهب خودمان مقصد برادر عزیز نگرفت یا که از اولی نماز همین میشینن همین خیلی میبردارش تا آخری نماز هم میسته. اینش هم در مذهب نیامده. همین دو تایی که من گفتم یکی برداشته پرتفتن یکی طریق 53 همین دو تاشه در مذهب خودمان علمای مذهب خودمان برادر عزیز به همین اجازت دادن. لیکن یک چیزی دیگر هم هست. بعضی کتاب‌های بگیم حتی همین اجازت دادن. لیکن یک چیزی دیگر هم هست. بعضی کتاب‌های بگیم حتی همین امام بخاری در صحیح خودش همین را نیاورده. همین امام بخاری برداشتن انگشت در صحیح بخاری نیست. حدیث‌های امام بخاری نیست اینا. یا کتاب خلاصات الفتاوا میگیم سه کتاب معتبر در مذهب خودمان همون حضرت هم در کتابش همین را نیاورده. برای همین ما چی میگیم کسی اگر برداره برادر عزیز برداره مقصدش چیه؟ مقصدش مثال اجرا کردن یا اینکه همین سنت به جا آمدن. لیکن اگر کسی نبرداشتم ما حقی او را ملامت کردن نداریم که تو مثال چی باید تعریف فلان دیگر. لیکن اگر توانیم که امرا قانع کنیم که همین در مذهب خودمان هست اگر بکنیش انشاءالله این همین طریقای من گفتم یکان خطر نداره. اگر وظیفه بگیره بسیار نیک اگر نگیریم برادر عزیز یعنی ما